جناب خامنه‌ای، با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه جوان هست و خب اینطور که به نظر میرسه خوشبختانه تفریح اول جوانان ما در حال حاضر ورزش کردنه، حالا یا ورزش کردن یا تعقیب کردن ورزش به طور جدی. حالا من می‌خواستم چون این جوانان خب به هر حال دوست دارن با ابعاد شخصیتی رهبرشون بیشتر آشنا بشن، سوال من اینه که حالا شما در برنامه‌های روزانه خودتون فرصت می‌کنید که به تماشای برنامه‌های ورزشی تلویزیون حالا بپردازید؟ و یه سال دیگه حالا چون آقای استیلی هم اینجا حضور دارن، به هر حال همه دوست دارن بدونن که وقتی شما آقای استیلی اون گل قشنگ و وارد دروازه تیم امریکا کرد چه احساسی داشتید و چی شد که اون پیام رو بعد از اون بازی ایراد کردید؟ خیلی ممنون. من آقای استیلی رو بعد بوسیدم، من گفتم به پاداش اون گل پیشونی شما رو میبوسم و بوسیدم. از کنم که تماشای ورزش از تلویزیون نه متاسفانه خیلی فرصت نمی‌کنم. گاهی چرا؟ خیلی به ندرت، لیکن مجال این که بنشینم پای برنامه‌های تلویزیونی و تماشا بکنم ندارم. از طرفی هم چون بیشتر ورزش‌هایی که پخش میشه فوتباله، من در فوتبال خیلی سررشته‌ای ندارم، یعنی در واقع هیچ سررشته ندارم و در جوانی هم فوتبال بازی نمی‌کردم. والیبال چرا، اما فوتبال بازی نمی‌کردم در بچگی جوانی. این است که خیلی فرصت و اینها پیدا نمی‌کنم. لیکن اون شبی که اون به اصطلاح بازی ایران و آمریکا بود، اون شب من نگاه کردم. البته حقیقتش این است که اون شب هم نمی‌خواستم نگاه کنم، تصمیم نداشتم چون دیر وقت بود، وقت خواب من بود. لیکن همونطور که نشسته بودم روشن کردم و ناگهان مواجه شدیم با گل ایشون و دیگه خواب از سرم رفت. نشستم تا آخر بازی رو تماشا کردم. اما اینکه اون پیام رو من دادم، ببینید من به این آقایون وقتی آمدن پیش من مفصل صحبت کردم، گفتم قبل از اون دیدار شاید چند هفته، یک ماه یا بیشتر، رسانه‌های حالا وابسته به امپراتوری رسانه‌ای خبری، اینجوری بگم من، تبلیغ میکردن روی این که این بازی سیاسی است. با اینکه همه میگن فوتبال و ورزش سیاسی نیست، اما همه تبلیغ میکردن که یه بازی سیاسی و دو هدف مورد نظر بود. یکی مسئله تعامل ایرانی آمریکایی در این بازی، یعنی واقعا این رو تبلیغ میکردن. من نمیدونم شما چقدر مطلع بودید، اما ما که در جریان خبرهای خارجی و گفتارهای رادیوهای گوناگون دنیا قرار میگیریم، من میدیدم پره از این مثلا. یکی این بود. دوم این که پیشبینی‌های عمده به خصوص از طرف خود آمریکایی‌ها، ولی صریحاً هم اظهار نمی‌کردن، از بیاناتشون معلوم بود، این بود که ایران گل خواهد خورد، نه اینکه گل خواهد زد. و در این موقعیت ویژه‌ای رئیس جمهور آمریکا میاد و از موضع اقتدار و بزرگمنشی و بزرگواری پیامی هم میده که بله حالا گل به شما زدیم اما بالاخره بیایید دست دوستی به هم بدیم. و بنا بود این شب از تلویزیون سراسری پخش بشه پیام رئیس جمهور آمریکا. این گل و بعد دنباله بازی که بچه‌های عزیزمون ادامه دادن، قضایا رو 180 درجه تغییر جهت داد و حقیقتاً مظهری شد از وضعیت ملت ایران در مقابل آمریکا. این که من اینجا تو اون پیام گفتم که مظهر، نخواستم بگم که این آقا که گل زده برای خاطر جنبه سیاسی گل زده، نه، ایشون بازی فوتبال میکنه، ماهر، با تکنیک آشناست، از حریفش قوی‌تر گل زده. هر کی بود این گل میزد، یعنی هر کی هم جای ایشون بود این گل میزد، هر کی هم جای اون بود این گل میخورد. بحث این نبود که این گل به خاطر مسئله سیاسی زده شده، اما این گل هویت سیاسی رو که در دنیا داده بودن به کلی به عکس خواست اونها عوض کرد و من از این موقعیت حداکثر استفاده کردم. اونها هم خیلی عصبانی شدن. بعدم همه در دنیا از همین امپراتوری خبری گفتن فلانی فوتبال سیاسی کرد. خب نگفتن که ما چند هفته داریم خودمون سیاسی میکنیم. و این بود که اون پیام هم به این شکل صادر شد. ان شاء الله موفق باشید.